بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نقشه صحیح اطاعت. الله سبحانه و تعالی قسم یاد کردن. فلا این لا را بعض زائد میگن، لیکن این تأکیده. لا یؤمنون تأکیدانه. فلا یؤمنون، اینها ایماندار نمیشوند به پروردگار شما قسم که لا یؤمنون، تا زمانی که شما را حکم قرار ندن در آن مسائلی که مختلف و اختلاف شده بین آنها. بعض از حکمیت اینها احساس نکنند در نفس خود تنگی را، ضد و شک را از فیصله شما و تسلیم باشند ظاهرا و باطنا. این معیار ایمان هست که به قانون خدا و رسولش نباید احساس تنگی کنند، کاملا تسلیم باشند، در ظاهر هم تسلیم باشند و باطنا هم تسلیم باشند. اینطور نیست که ظاهرا بگن و در دل بگن این قانون بر علیه ما تمام علیه بله. این چیزها اون انسان ایماندار نمیشه. معیار صحیح و نقشه صحیح اطاعت اینه. اکنون الله تعالی می فرماید که ما بر این انسانها حکم سختی نازل نکردیم. اگر برای گناه اینها ما از دو حکم یکی را صادر می کردیم، اینها خیلی الان ما به اینها فقط دعوت استغفار و معذرت و عذر گفته ایم. اگر ما بر اینها مثل بنی اسرائیل فرض می کردیم که خود را بکشید، چنانچه که قوم موسی را گفتیم شما گوساله پرستی کردید خود را بکشید، یا دستور می دادیم این آنها که خوب وطن را ول کنید. جریمه شما، توبه شما ترک وطنه. تو هیچ احدی زیر بار این حکم نمیره. احکام مشکل نازل می کردیم، هیچ کسی اطاعت نمی کرد مگر قلیل. اکنون که سهلند همه تان عمل لو انا كتبنا علیهم، اگر ما مکتوب می کردیم بر سر اینها ان اقتلوا انفسکم، در برابر این گناه خود را بکشید، او اخرجوا من دیارکم، یا خود را تبعید کنید، خارج کنید از دیار. تو ما فعلوه، این حکم گران را هیچ کس اجرا نمی کرد الا قلیل منهم، مگر خیلی کم آنهایی که مؤمن کامل و راسخ می بودند. لذا ما به اینها الان گفتیم که بر اعمال شنی خود استغفار کنند از خدا و پیغمبرم برای آنها بخشش بخواهد. الله تعالی تواب رحیم است، الله تعالی توبه پذیره. به این خاطر ولو انهم فعلوا، اگر این منافقین الان هم انجام بدهند آنچه را که نصیحت کرده میشوند به آن، یعنی طلب مغفرت از خدا بخواهند و پیغمبر برای آنها بخششم بخواهد، تو لکان خیر لهم، برای آنها بهتره. ثمره اطاعت، ثمره و بخشش خیر برای آنها در دنیا به اعتبار ثواب و در آخرت و اشد تثبیتا و شدیدتر برای ثبات قدم آنها در اسلام. آنها اطاعت کنن، نادم باشن، مدعی قصاص نباشن. کافری منافقی نافرمان رسول کشته شده، خب قدم اینها مضبوط میشه در اسلام. و اذا لآتیناهم ثمره اخروی آنها اینه که ما به آنها عنایت میکنیم از بارگاه خودمان اجر عظیم. و دیگه ثمره اینه که ولهدیناهم صراطا مستقیم، این اجر، این محل اجر عظیمه که ما آنها را راهنمایی میکنیم به صراط مستقیم، یعنی به جنت. آنها را اجر عظیم میدیم و راه جنت را که راه مستقیم است ما آنها را راهنمایی میکنیم. بشارت و ثمره دیگر، و من یطع الله و الرسول، کسی که خدا را اطاعت کند و رسول گرامیش را اطاعت کند، ثمره اطاعت خدا و رسول اینه که به اضافه اجرها معیت نبیین و صدیقین و شهدا به آنها نصیب میشه. فاولئک، اینها با کسانی قرار میگیرند در جنت
که خدا بر آنها انعام خاصی کرده، یعنی با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. درجه اینها پایین است در قرب و زیارت، نه در مساکنت. یعنی انبیاء را اینها ملاقات میکنن، به قرب انبیاء میرن، دیدار انبیاء میشه، دیدار صدیقین، دیدار شهدا و صالحین. اگر که درجه خود اینها پایین تره، لیکن به دیدار انبیاء، به دیدار صدیقین، به دیدار شهدا اینها مشرف میشن. و شان نزول آیه را میگن که بعضی از صحابه اظهار کردن یا رسول الله شما در شان رفیع هستی، یا بسیاری که پناه فی رسول بودن. اصلا فکر وقتی میکردن که ما پیغمبر را روز قیامت نمیتونیم ملاقات کنیم، لحظه برای آنها خیلی سخت تمام میشد که اونها مشتاق و عاشق ملاقات پیغمبر علیه السلام بودن. الله تعالی گفت هر که اطاعت خدا و رسول کند، معیت و همراهی و زیارت نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین به آنها نصیب میشه. مقام صدیقین سروران گرامی مقام این طرف انبیاء علیهم السلام. شهدا و صدیقین را جای دیگر ما خواندیم که الله سبحانه و تعالی فرمود که هر کس جان و مال خود را فدا کند به مقام صدیقین و شهدا میرسد. شهید کسیه که جان خود را و مال خود را فدا میکنه. و حسن اولئک رفیقا، همراهی نبیین و صدیقین و شهدا همراهی بسیار زیبا هست. ملاقات نبیین، قرب نبیین، زیارت نبیین، خب هر که در مسکن خوده، لیکن زیارت انبیاء علیهم السلام، زیارت صدیقین و شهدا و صالحین، حسن اولئک رفیقا، اینها بهترین رفیقان، اینها بهترین همراهند و همجوارند. ذالک الفضل من الله، معیت نه اجر عمل. این معیت و ملاقات نبیین صدیقین فضلی از جانب خدا هست. و کفا بالله علیما، کافی است الله تعالی از نظر علم چه شخصی دارای چه مقامی و دارای چه درجه‌ای، اینها را مقام و درجاتشون الله سبحانه و تعالی میداند. بس حکم دوم از حکم سلطانی، الله سبحانه و تعالی در این حکم دوم دستور جهاد را صادر کرد که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، خذوا حذرکم. جهاد هم با وسایل جهاد همینطور نیست که از اون طرف 52 تانک و توپ باشد و از اینجا شما با چوبی حرکت کنید. نه، اسباب دفاعی خود را بردار. هر کسی از طرف خودش نمیتواند این عمل را انجام بده. خودسر رهبر میخواهد، قانون دارد. این کار حکام هست که نظم بدن و برای جهاد آمادگی بدن. در زمان پیغمبر علیه السلام دشمن هر نوع سلاح و امکاناتی داشت، صحابه مجهز بودن، به جز فیل که صحابه نداشتن، لیکن در برابر فیلان خیلی قربانی هم دادن. برای مغلوب کردن فیلان جنگی ساسانی ها صحابه قربانی فوق العاده دادن. و آخر تدبیر کردن، چاره ساختن برای دفاع از فیلها. به این خاطر الله سبحانه و تعالی جهاد را با اسباب جهاد فرض کرده. امروز واقعا ظلم عظیمیه که حکام مسلمان ها دارن انجام میدن. کاخ می سازن مثل امریکا و غذا هم مثل امریکا میخوان بخورن، بلکه بهتر امریکایی شاید یک تکه گوشتی بخورن، اینها لاش سالمی میخورن، لاش سالم شطور، لاش سالم گوسفند. کار اینها اینه که سر سفره جمع بشند و لاشه های سالم بخورن و اون سلاحایی که باید در برابر دفاع از دشمن بکار ببرن غافلن، خوابن. و به این خاطر دشمن با کمال جرأت و با کمال قروی در خانه آنها میاد و آنها را ذلیل هم میکنه. خذوا حذرکم یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. خب بعضی امروز
اسباب جهاد را یا اسباب کار را اینها نادیده میگیرن، همینطور تبلیغ میکنن، همینطور وعظ میکنن که خدا اینطور میکنه. بله الله سبحانه و تعالی دستورش اینه. ما مسلمان ها دفاع حربی آمادگی نمی کنیم، کافرها کردن و دارن میکنن. واقعا ظلم عظیمیه که خدایی که به ما دستور آمادگی داده و برای جهاد گفته خودو حضرت. ای مومنی شما بردارید اسباب و سامان جنگ را، اینها را حضر میگن. حضر و حذر به معنای اسباب حفاظت، اسباب دفاع. فانفروا، بعد از گرفتن سلاح حالا برید، ثباتاً دسته دسته. او انفروا جمیعاً، یا برید به صورت دسته جمعی. حالا مقتضای حال چیه؟ اگر مقتضای حال اینه که شما دسته دسته برید در مقابل دشمن، تیپ تیپ برید، جماعت جماعت برید، خب این صورت برید. اگر حالت چنان مقتضیه که همه شما حرکت کنید که دشمن هجوم همتن کرده است و بر شهر وارد شده، همه حرکت کنید، دفاع کنید. زن هم باید دفاع کند، مرد هم باید دفاع کند، غلام هم دفاع کند، کنیز هم دفاع کند. همه به صورت دست جمعی وقتی دشمن هجوم می کند به شهر و به خانه و قاشانه، دیگه اون وقت لازم نیست که شما یک عده مغازه‌داری کنید و یک عده درس بخوانید و یک عده گوسفند بچرانید. همه به دفاع حرکت کنید. الله سبحانه و تعالی من عرض کردم شکوهی برای منافقین ذکر می کند، چون منافق در لیست مؤمنین بودن و در جماعت مؤمنین بودن. منافق همونه که اظهار ایمان می کند و این موقع کافر را رهنمایی می کند و لحظه جایی که احساس می کردن مرگ، لحظه لیتو لعله می کردن. الله تعالی می فرماید به تحقیق بعضی از شما آنهایی هستند که لیبطئن، خود را میزنن به زمین. ابطاء یا تبطیع اینه که خود را به زمین کوبیدن. وقتی میگن انفرو، حرکت کنی برای جهاد، اینها میزنن خود را پایینتر میکنن به زمین. لیبطئن یا معنای متعدی، بعضی از شما کسانی هستند که دیگران را مانع میشن، دیگران را وادار به نشستن میکنن، خودشان که نشستن به جای خود هم می نشینن و هم دیگران را دستور به نشستن میدن. یعنی خوب لتا لالا میکنن و تقریبا حاضر برای رفتن نمیشن و آنقدر اینها حریصن که اگر برسد به شما مصیبتی ای مؤمنین، همین منافق ها خوشحالی میکنن بر عدم رفتن. قالا، بعد میگن که قد انعم الله علیه، خدا بر ما احسان کرد وقتی ما نبودیم با آنها حاضر در جمله جنگ. اگر اونجا میبودیم هم به ما ضربه می آمد. خیلی خوشحال میشن که در جبهه با شما نبودن. بعضی ها این چنین بدبختن، خوشحالی میکنن بر عدم رفتن در جهاد. و اگر برسد به شما فضلی من الله، یعنی فتح و پیروزی و ظفری بیاید، اینا حسرت میخورن بر فوت اون غنیمت که از دست آنها رفته. اگر برسد به شما فضل از جانب خدا، فوراً میگوین، این وقت جمله معترضه، فوراً میگوین ای کاش که ما می بودیم همراه با مؤمنین، فافوز فوزا عظیما، پس کامیاب میشدیم کامیابی بزرگ، از مال و دولت به ما نصیب میشد. این حرف را چنان میگویند که گویا بین شما و آنها هیچ ارتباطی نیست. این فیضی که به شما رسیده اینها تمنا میکنه ای کاش که ما میبودیم با آنها در این جبهه و کامیاب میشدیم با به دست آوردن مال و دولت، کامیابی بزرگ. این حرف را میگم به این طور که گویا اصلا نبوده بین شما و بین اون آقای متخلف هیچ نوع محبت و تعلقاتی. چنان حسرت میخوره در صورتی که به شما نعمت و فضلی برسد، حسرت میخوره. فلیقاتل فی سبیل الله، ترغیب الکتاب.
قتال کنند در راه خدا. چه کسانی قتال کنند؟ کدوم انسان میتواند قتال کنه؟ الذين يشرون الحیات الدنیا بالآخره. یشرون به معنی یبیعون هست. قتال کنند در راه خدا بدون تأمل و فکر، کسانی که فروختند زندگی دنیا را به مقابل آخرت. تا مجاهد دل از این دنیا نرباید، مجاهد نمیتواند جنگ کنه. قتال کنند در راه خدا کسانی که یشرون به معنی یبیعون، فروختن زندگی دنیا را به مقابل آخرت. عاشقان آخرت قتال کنند، آنهایی که عاشق آخرت آنها قتال کنند. نسخه دلیری. خب در قتال چه چیز میرسه؟ کرسی میرسه، در قتال پول میرسه، در قتال چه چیز عنایت میشه؟ الله سبحانه و تعالی نسخه دلیری را برای مجاهدین بیان میکند. الله تعالی میگه مجاهد در میدان قتال از دو حال خالی نیست. یا اینکه این مجاهد در میدان قتال به شهادت میرسد یا غازی میشه و کامیاب میشه. در هر دو صورت الله تعالی وعده اجر عظیم دارد با مجاهد. و من یقاتل فی سبیل الله، هر کس قتال کند. ببینید اگر اینجا من یجاهد فی سبیل الله میگو هر کس جهد و تلاش معنیش میکردیم، لیکن الله تعالی میگه و من یقاتل، قتال. کسی قتال کند در راه خدا از دو حال خالی نیست. فیقتل او یغلب، پس قتل کرده شود و شهید شود یا غالب بشه. در هر دو صورت به هر حال ثمره در هر حال اجر عظیم است. پس ما به اون مجاهد و مقاتل میدهیم اجرا عظیما، اجر بسیار بزرگ ما به او میدیم. این وعده سروران گرامی برای مجاهد فی سبیل الله. وعده کرسی نیست، همه دنیا و همه امکانات اینها اجر عظیم نیست. دنیا بدنیه، متاع قلیل ثم مأواهم جهنم. کل متاع دنیا قلیله، متاع دنیا قلیل، هرگز متاع دنیا اجر نمیشه. تمام سامان دنیا قلیلا یعنی دوام در آنها نیست، بقا در آنها نیست. هم از نظر کیفیت قلیلا و هم از نظر کمیت، از هر حیثیت قلیلا. حالا ضرورت جهاد یعنی وجوه فرضیت جهاد را الله تعالی بیان می‌کند. اول این که در راه خدا، دوم برای آزاد کردن مستضعفین و اسیران. شما چرا جهاد نمی‌کنید؟ مالکم، چه شده شما را مسلمان ها که لا تقاتلون فی سبیل الله؟ شما قتال نمی‌کنید در راه خدا برای سربلندی قانون خدا، برای اعلای کلمت الله و همچنین برای آزاد کردن مستضعفین. برای آزاد کردن مستضعفین چرا جهاد نمی‌کنید؟ اون مستضعفین تعدادی مردن، تعدادی زنن، تعدادی بچن. اون مستضعفینی که میگویند در حالی که دعا میکنن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خارج بفرما ما را از این قریه که اهلش خیلی ظالمن، یعنی برای ما مثل زندان است، از این زندان ما را بکش. امروز مسلمان ها در پنجره ها بستن و شما نشسته بالکن. چه شده شما را؟ برای آزادی مستضعفین و اسیران شما قتال نمی کنید. قتال کنید، بگیرید اینها را اسیر کنید و تبادله و سرا کنید، بکشید اینها را تا سیطره اینها کم بشه. واقعا امروز ما ظالمیم و خوشحال آنها هستند که دارن نبرد میکنند. آنها کامیاب. الله تعالی میگه آنها بمیرن هم کامیابن، بمانند هم کامیابن. وعده اجر عظیم برای آنها. سبحان الله و بحمده. چه شده؟
حالا اینها در مکه مکرمه بسیار مسلمان های به دفاع قدرت هجرت نداشتند، رفتن 450 کیلومتر 500 کیلومتر مسافت را طی کردن به مدینه منوره رفتن برای زنانی و برای کسانی که مستضعف بودند خیلی مقدور نبود. به این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه شما باید جهاد کنید تا که مسلمان های تحت فشار در دنیا آزاد بشن. و جلنا آنها دعا میکنم ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، از این قریه که ظالمند اهل قریه که برای ما این قریه مثل زندان است. و جلنا من لدنک ولیا، قرار بده برای ما از بارگاه خودت یک دوست راست و صادقی، ولی دوستی معینی. و جلنا من لدنک نصیرا، قرار بده برای ما از بارگاه خودت مددگاری. خدایا برای ما پیدا بفرما، معینی برای ما پیدا بفرما، دوست صمیمی برای ما پیدا بفرما. نسخه دلیری دیگر جا فرمود من یقاتل فی سبیل الله، نسخه اول بود، نسخه بیان کرد برای دلیری. به هر حال مجاهد کشته بشی، غالب بشی، وعده اجر فنؤتیه اجرا عظیما. اکنون الله تعالی میگه شما حزب اللهی، باید قتال کنید بر حزب شیاطین غالب بشید. نسخه دلیری و ترغیب الجهاد. الذين آمنوا، آنها که ایمان آوردن قتال میکنن در راه خدا، مورد نظر مؤمنین، اونها برای اعلاء و حاکمیت دین خدا اینها قتال میکنن. آنها که کفر کردن مثل بوش و بلر و شارون، آنها قتال میکنن در راه شیطان، مورد نظر کفار این هست، آنها در راه شیطان قتال میکنن. لذا فقاتلوا اولیاء الشیطان، ای حزب الله شما قتال کنید با اولیاء شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، مکر و ترفند شیطان در برابر مکر و ترفند خدا خیلی ضعیفند. اگر تدابیر غلبه را انجام میدهند امداد غیبی نمیشوند، تمام ترفند اینها ضعیفند. شما قتال کنید. همینه که ماشاءالله اونهایی که قتال میکنن کاملا بین آیات الهی عاملا و انشاءالله غلبه. ان کید الشیطان کان ضعیفا. لیکن سروران گرامی ما مسلمان ها عجیبی، ما که امروز نام خدا را گرفتیم فردا همه دنیا برای ما تسخیر بشه، حالا که سنت الهی چنین نیست. شما دیدید که پیغمبر اسلام از بعثتش تا آزادی خانه کعبه، نه دیگه جای معمولی، 21 سال طول کشید. اینجا محمد رسول الله است، اونجا خانه کعبه در سیطره کفاره، نه مدت زیادی. و حتی من گاهی میگم از ولادت پیغمبر تا آزادی خانه کعبه 61 سال طول کشید. رسول پاک صلی الله علیه وسلم بود، خانه کعبه 61 سال در موجودگی سید الاولین و الاخرین در اشغال کفار بود. مومن باید همتش عالی باشد. حالا شما نگاه کنید حضرت موسی را تا آزادی قوم و غرق شدن دشمن چقدر سال طول کشید. در میدان تیخ اینها عقب نشینی از جهاد کردن چقدر طول کشید. 40 سال این مجاهدین همراه حضرت موسی را الله تعالی در اون میدان تبعید کرد. بله تخلفات مسلمان تا زنده است باید در راه خدا باشد، در میدان قتال باشد، نماز بخونه، روزه بگیره، حج بکنه، زکات بده، ذکر کنه، تلاوت کنه. این وظایف مسلمان تا آخری لحظه زندگیش. مسلمان نباید عقب نشینی کنه. اکنون زجر برای منافقین. من عرض کردم منافق در لیست مؤمنین بودن، ولهذا حکمی که می آمد به نام ایمان می آمد. خطاهای آنها را و بعد میگه تعدادی از صحابه با این منافقات تبلیغات خیلی در حد گسترده داشتن. اینها عشق داشتن که جهاد و فرمان جهاد و حکم جهاد. حالا که الله تعالی میگه فرمان جهاد آمده،
ما این حرفا را میزنی الله تعالی رحم بکنه به حال ما. حالا جهاد در شرق و غرب ما قرار داد، هر قدر این جبهه شرق و غرب بره شریک میشه اون مجاهد. الله تعالی میگه الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، زجر بر منافقین، یعنی بدون موقعش جوش و خروش نکنی. عشق داشت شما نگاه نمی کنی به طرف آنهایی که به آنها گفته میشد کفوا ایدیکم، قبل از نزول حکم جهاد به آنها گفته میشد بند کنید دستها را، تمرین بدنی و مالی کنید، اقیموا الصلاة این تمرین بدنیه، و آتوا الزکات این تمرین مالیه. پس وقتی که فرض کرده شد بر اینها قتال، فوراً یک فریقی یعنی منافق از آنها یخشون الناس می ترسیدن از مردم، از گوشها می ترسیدن. اگر مؤمنین باشه این خشیت طبعاًه که ما را قتل میکنن، مثل که میترسن از خدا یا شدیدتر هستن از نظر خشیه یعنی منافق. اول که عشق جهاد داشتن، الان که جهاد فرض شده حکم سریعه دیگه، حالا میترسن که آی وای وای مرگ. و قالوا اعتراضا، نه اعتراضا بلکه به طور تمنا که این حکم جهاد کمی التوا میشد، ملتوی میشد حکم جهاد، یا به طور وسوسه یا حدیث نفس. میگه ربنا لما كتبت علينا القتال، ربا چرا فرض کردی بر ما قتال لا. کمی میگذاشتی نفس آسانی میکشیدیم، سالهای سال در مکه مکرمه تحت فشار بودی، هجرت حبشه کردیم فلان جا، شما کمی مهلت میدادی تمام نفسی میکشیدیم راحت میشدی. اگر پیغمبر ایسا 23 سال زندگی همه در نبرد، چرا بر ما قتال را فرض کردی؟ لولا اخرتنا، اگر مهلت میدادی ما را تا یک مدت قریب، یعنی موت اونجا. قل شما فرصت میخواهید که بخورید و بخوابید و تماشا کنید؟ نه بابا، اینجا جای خوردن و نوشیدن و تماشا نیست. بگو بینا متاع دنیا قلیل، سامان دنیا، عیش و عشرت دنیا، خورد و نوش دنیا خیلی کم و مختصر است. والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت هزاران درجه بهتر است برای آنهایی که متقیان. درجه اعلی آن جهاد است، بقاء و لذتان، هم از نظر بقا بهتره، هم از نظر لذت بهتره. از هر حیثیت نگاه کنی آخرت بهتره. بری تو میدان جهاد، حالا زودتر شهید میشی، زودتر به آخرت میرسی، چرا تمنای تاخیر داری؟ میخوای چه کار کنی؟ هر چند سبای زنده بمانی آخر مرگ است. آخر مرگ اینجا دیگه دوامی نیست. آخرت متاع دنیا قلیله و برای جهاد نرو، خب آخر کی میمیری؟ جهاد برو، وقت مرگ هم تعیینه، هر جا که باشی. خب در جهاد بزرگترین خطر که برای انسان مرگ است. الله تعالی میگه مگر شما چاره ای از مرگ داری؟ هر کجا باشید مرگ برای شما میاد، به سراغ و خوش آمد شما مرگ خودش میاد. ولا تظلمون فتیلا، شما ظلم کرده نمیشوید اندازه یک فتیل. فتیل همون به صورت نخ داخل هسته خورما. شما اندازه فتیل مجاهدین ظلم کرده نمیشید. آمدی در میدان قتال جنگیدی، ساختمان شما مانزن فرزن همه باشه اینا بمانند، من به شما عذر در برابر همه میدم و یک ذره اندازه فتیلی هم بر شما ظلم نمیشه. داخل هسته خرما نخ را عرب همون چیز را فتیل میگه. خب شما اگر به جهاد میرید خطر مرگ کلام حالا میاد. خب مرگ شهادت بهتره یا مرگ روی رخت خواب؟ بغلطی و نفس بزنی اونجا یک گلوله میخوری کارت تمامه. اینما تکونو جهاد کنید، اینجا جاهدو هست، جهاد کنید هر جا که باشید شما یدرککم الموت، موت شما را در میابد، به خوش آمد شما موت میآید.
برای خوش آمد شما موت می آید ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه باشید شما در برجهای بسیار مضبوط و محکم، اگرچه شما در برجهای بسیار مضبوط و محکم قرار داشته باشید، مرگ به سراغ شما می آید، شما را اصلا مرگ نمی گذارد، شما چاره از مرگ ندارید. زاد بر منافقین و ان تصبهم حسنتون، اگر برسد برین میں منافقین یک حسنی فتح و ظفر و کامیابی، فوراً میگوین هذه من عند الله، این از نزد خدا هست، یعنی اتفاقاً به ما رسیده از نزد خدا، ورنه بی تدبیری و بی سر و سامانی مسلمانان چیز واضح روشنیه، از طرف مسلمانان چیزی نه، از خدا همینطور اتفاقا رسید. و اگر برسد به آنها سیئه‌ای موت و قتل و غیره‌ای، فوراً میگوین هذه من عنده، این سیئه از جانب تو هست ای پیغمبر، از شما بدحالی میگیرن الله تعالی. قل بگو جواب اجمالی بینها کلون، هر یکی از سیئه و حسنه حکمش من عند الله هست، هر یکی از نعمت و نقمت، همه نعمت و نقمت من عند الله هستند. فما لهؤلاء القوم، چه شده اینها را که لا یکادون یفقهون حدیثا، وقتی سخن اینقدر ظاهر است، پس چه شده اینها را که اینها نزدیک نیستند حماقت کفار که بفهمند سخن را درک کنند به جای خودش، اینها نزدیک فهم نیستند، خیلی احمقند، خیر را به خدا نسبت میدن، شر را به شما نسبت میدن، حالا که حکم خیر و شر، قدر خیر و شر همه از خدا. ما اصابک جواب تفسیری، آنچه به شما میرسد ای مخاطب از حسنه، این هم از جانب فضل و احسان الله است، و آنچه به شما میرسد ای مخاطب از سیئه، پس از بدعملی شماست، از نفس توه، این دیگه ثمره نفس تو هست، نفس تو اطاعت نکرده، این جزا به رسیده. تسلی بر اثبات رسالت، و ارسلناک للناس رسولا، ما شما را برای انسان ها پیام رسان اعزام کردیم، و لحاظا از انکار آنها هیچ ضرری وارد نمی شود. کفا بالله شهیدا، الله تعالی کافیه برای شهادت، قولا و فعلا الله تعالی برای شهادت بسه. اصول کامیابی را بیان می کند اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر که رسول را اطاعت کرد او خدا را اطاعت کرده. و من تولا، هر که از اطاعت پیغمبر اعراض کرد تو فلا تحزن، ای پیغمبر شما غم نکن، جزا محذوفه. چرا؟ که فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما شما را اعزام نکرده این بر سر اینها محافظ، شما محافظ ایمان و جان اینها که نیست، شما رسالت داشتید، پیام، شما اون پیام را ابلاغ کردید، لذا اگر کسی اعراض کرد شما غم نکنید. شکوه بر منافقین یقولون طاعتون، با زبان به محضر پیغمبر میگویند امرنا طاعتون، مبتدا محذوفه، کار ما اطاعت است، ما اطاعت میکنیم. یعنی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در محضر میگفتن طاعتون، ای امرنا طاعتون، کار ما اطاعته، کار ما فرمان برداریه، کار ما سرپیچی نیست. لیکن فاذا بردوا من عندک، وقتی خارج میشن از محضر زیبای شما ای پیغمبر، بیت طائفة منهم، تمام شب را میگذراند یک طایفه، یعنی رؤسای منافقین از آنها، در حالی که انجام میدن غیر آنچه که به محضر شما گفتن. این تقولو هم صیغه واحد مؤنث میتونه بشه، به طایفه برمیگردد و هم مخاطب. اینها همه شب در فکر برنامه ریزی ضرر شما و نافرمانی شما میمانند، تمام شب در همین فکرن که شما را چطور نافرمانی بکنند. بیتا، تمام شب یک طایفه از آنها میگذراند
غیر آنچه که گفته به محضر شما انجام میدن یا غیر آنچه شما به اینها دستور دادید اینها انجام میدن. آنچه که اینها با زبان گفته بودن غیر آن را انجام میدن. خدا با وجود آگاهی والله یکتب، الله تعالی می نویسد در صحف روز آنها، در آمال نامه روز آنها، در موقع به موقع آنها را سزا خواهد داد. آنچه که اینها شب گذرانیدن تمام ضبط میشن و لحاظا موقع عذاب به آنها عذاب میرسه. لہذا وظیفه شما عارض عنهم، اعراض فرماد اینا پیغمبر. دوم و توکل علی الله، اعراض فرماد اینها یعنی اصلا غم نکن. و توکل علی الله در صورت اندیشه خطر اینها اعتماد بر خدا کن. کفا بالله وکیلا، الله تعالی برای وکیلی شما کافی است. الله وکیل دفاع شما، خدا شما دفاع خواهد کرد و برای وکیلی شما خدا کافی است. افلا یتدبرون القرآن، آیا اینا تدبر نمی کنن قرآن عظیم و شان را که این کتاب رب العالمین است، این معجزه زنده و پاینده را که برای رسالت شما یک دلیل واضح است، شما پیغمبر خدایی. آیا اینا قرآن را تدبر نمی کنن که به صدق دل شما را رسول خدا بدانند از صمیم قلب و بدانند که شما مؤید من اللهی و بدانند که ناصر شما وکیل شما الله است. الله وکیله، لہذا وکیل کسی خدا باشد و در موکل خدا کسی خیانت کند خدا بی تفاوت می نشینه. وکیل دفاع الله است و دلیل رسالت شما قرآن هست. افلا یتدبرون القرآن، اینها هیچ تدبر نمی کنن قرآن عظیم و شان را، این معجزه زنده و پاینده را، این معجزه با بقا. اگر این کتاب قرآن من عند غیر الله می بود، یعنی از نزد پیغمبر می بود یا از نزد کسی دیگر مخلوقی می بود، تو البته آنها می یافتن در این کتاب و قرآن اختلاف کثیری، یعنی حرفهای بسیار غیر موقع، یعنی اختلاف کثیر مراد دروغهای بزرگ در این می یافتن و خلاف واقع می یافتن. حالا قرآن هر چی میگه حقیقتا مثل خورشید به سر موقع حقایقی که قرآن میگه میاند و ثابت میشن. اختلاف کثیر یعنی خلاف واقع حرف زیاد میدیدن. قرآن هر حرفی میزنه صادقه. خب این دلیل رسالت پیغمبر هست. اگر این کتاب قرآن می بود من عند غیر الله، اونها میافتن در مضامین آن کتاب یا در حقایقی اون کتاب میگوید اختلاف کثیر، یعنی خلاف واقع اینها حرفی میافتن. هر چی قرآن میگه حقیقتا و همانطوری که قرآن میگه ثابت میشوند. باز دیگه اینها دیگه مرضی دارند که از نظر سیاست اینها سوی استفاده میکنن برای ضرر دادن مسلمانان. خبری از جبهه می آید بدون مشوره و بدون فکر، این خبر را چه خبر خوشیه فتح و پیروزیه چه خبر ناخوشیه، اینه در مدینه اشاعت میکردن و مسلمانها را ناراحت میکردن. این مرض منافقین بود که از نظر سیاسی میخواستن ضربه بزنن مسلمانها. الله تعالی میگه و اذا جاءهم الامر، وقتی می آید پیش آنها یک خبری امری از امنیت مسلمانها، پیروزی او الخوف، یا امری از خوف مغلوبیت و عدم پیروزی، اذاعوا به، فوراً آن را اذاعت میکنن، پخشش میکنن. پخش از این خانه به اون خانه و از این در به اون در. مقصد خب در امن که زیاد پریشانی نیست، لیکن در خطر زیاد پریشانیه.
طبعا انسان راحت میشه. ولو ردوه الی الرسول، اگر اینها این خبر امن را یا این خبر خوف را به رسول رد میکردن یا به صاحبان امر، یعنی اون صحابه بزرگوار صاحبان بصیرت از آنها که آنها قابل اشاعت هست یا نه، لعلمه الذین، میدانستن این خبر را، خبر امن، خبر خوف، کسانی که استنباط دارن، یعنی آنهایی که اطاعت میکنن، کسانی که استنباط و درک اطاعت را دارن که آیا قابل اطاعت، قابل پخش یا نه، از اینها، از این اولو الامرها. بیان اولو الامر هست، به اولو الامر این رد میکردن و آنها میدانستند امر را، کسانی که استنباط دارند یعنی اطاعت کننده از اولو الامر، آنها میدانستند که آیا قابل اشاعت هست یا نیست. اگر اینها رد میکردن خیلی خوب بود، لکان خیر لهم ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم. تو البته میدانستند آنهایی که استنباط دارن از اینها، مستنبطی مجتهدی، آنها میدانستند که قابل اشاعت هست یا نیست. اگر قابل اشاعت هست اشاعتش میکردن، اگر قابل اشاعت نیست باید این خبر مخفی بماند تا به سر موقع مجاهدی عجیب همیه، هر که شهید شده خب اون وقت شهیده، هر که مانده مانده دیگه. فوراً خبر پخش کردن، اینجا پریشانی ایجاد کردن، این کار خوبی نیست که دینا. باز الله تعالی میگه اگر فضل خدا بر شما نمی بود و رحمتش، مراد از فضل خدا قرآن هست و پیغمبر اسلام و رحمتهای ویژه الهی، تو شما اتباع می کردی شیطان را مگه خیلی کم ضرر دینی و دنیایی برای شما داشت. آنهایی که فضل خاص بر شامل حال آنها کمی میماندید از اتباع شیطان، اکنون فضل خدا بر شما هست، رسول و پیغمبر و قرآن با شما، رحمت الهی با شما. قرآن فضل خدا هست، رحمت رسول خدا که رحمتی هست بر شما هست، شما را دارد تذکر میدهد. شما باید پند بگیرید در میدان سیاست، دیگه باید هوشیار باشید. لولا فضل الله علیکم، مراد قرآن هست و رحمت او پیغمبر. تو شما اتباع میکردید شیطان را، اگر فضل خدا و رحمت خدا موجود نمی بود شما پیرو شیطان میشدید، مگر خیلی کم آنهایی که فضل خاص سے الهی بر آنها بود. لذا ترغیب الالجهاد هست، فقاتل فی سبیل الله. پیغمبر قتال کن در راه خدا. کسی همکار شود یا نشود، شما قتال باید بکنید در راه خدا و شما تکلیف داده نمیشید مگر به اندازه نفس خودتان. و حرض المؤمنین، و مؤمنین را شما تحریض کنید، یعنی آمادگی جهاد داشته باشید. حرض المؤمنین معنیش مؤمنین را از منافع جهاد، از منافع قتال همیشه آگاه کنید، تبلیغ کنید. تحریض معنی برانگیخته کنید مؤمنین را برای قتال. و حرض المؤمنین علی القتال عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا. این اصحاب معنی وعده هست، وعده خدا هست که بند کند جنگ کفار را از شما. اندیشه تنهایی را نداشته باشید. وعده خدا هست که اگر شما قتال کردید الله تعالی باس دشمن را از شما بند میکنه. این وعده خدا هست. اگر کسی جهاد کند اگر جنگ کفار را الله تعالی مانع میشه، جهاد نکنید. اگر ملت افغانستان و ملت عراق به جهاد ادامه بدن، لامحالا امریکا دوام نمیارد. امریکایی که با نقشه 25 سال حاکمیت مطلقه در عراق قدم گذاشته، الحمدلله ثم الحمدلله، خدای این مجاهدین را قوت بده. مجاهدین الان هیتر را برو تنگ کردن. طبق یک شخصی که میگفت آن حالا بررسی کردن که
13% یهودی و نصرانی و منافق اینها را در عراق تایید میکنند، دیگه کسی اینها را تایید نمیکند. و لحاظا ثمره جهاد اینه که خدا ان یکف باس الذین کفروا، حرب آنها را شما بند، آنها دیگه میرن. اگر مسلمان ها سکوت کنن کافر نشسته چرا میره؟ حاکمیتش آزاده. در غرب آسیا، در غرب این کشورهای اسلامی با این منافعهای سرشار دست نخورده افغانستان اینها دیگه کولاک میکنن. بله الحمدلله ثم الحمدلله که امت محمد صلی الله علیه وسلم دیگه ساکت ننشستن، برنده هم همانها هستن. آنها اجر عظیم میبرند، آنها به مقام عالی جنت میرسند و آنها محبوب رسول الله و محبوب خدا میشن. حرض المؤمنین علی القتال، حرض المؤمنین علی الجهاد، عسى الله ان یکف باس الذین کفروا. امید است که خدا، وعده خدا هست، عسى به معنی وعده، وعده خدا هست که بند کند جنگ کفار را. اگر اندیشه تنهایی داشته، اندیشه تنهایی را نداشته باش، الله تعالی با شماه. والله اشد باسا، الله تعالی شدید است از نظر جنگ به اعتبار دنیا و اشد تنکیلا و سخت است از نظر عذاب به اعتبار آخرت. الله تعالی هم اشد باسا است و اشد تنکیلا، اشد جنگی شدیده. الله تعالی در دنیا و در آخرت برای عذاب داده هم الله تعالی خیلی شدیده، اشد باسا و اشد تنکیلا. متعلق حرض، تحریض برای جهاد، الله تعالی میگه اجر دارد برای آنهایی که تو جهاد میرن. واعظ کتاب سهمی دارد، من یشفع شفاعتا حسنتا، کسی که سفارش حسنه کند. شفع در حقیقت به معنای زم، کسی را با کسی دیگر همراه کردن. شفیع در شفاعت با مشغوله و همکار، برای کسی که شفاعت می کند شفیع همکار او هست، مطلب او را مطرح می کند. وانی که برای قتال تحریض می کند گویا با اون مجاهدین همکار است، هم فکر است، هم خیال است. و شفیع هم همین کار را می کند، خود را برای مشغوله همکار معرفی می کند. من یشفع شفاعتا سیئتا، کسی که شفاعت سیئه بکند. ها، من یشفع شفاعتا حسنتا، سفارش حسنه کند، یکن له نصیب منها، می شود برای این شفیع یک سهم بزرگی از آن شفاعت حسنه. هر که به عمل کند به این اجر میرسه. و من یشفع شفاعتا سیئه، و کسی که شفاعت سیئه کند، برای سیئه آماده کند، برای همکاری بوش و برای همکاری شارون و لعنتی ها او سفارش کند، تو یکن له کفر منها، می شود برای اون شنبخت یک نصیب بزرگی، کف یک سهم بزرگی از اون شفاعت سیئه او. هر که همکار کافر باشد اون سهم بزرگی از کفر با خودش دارد. این قرآن عظیم و شان هست. و کان الله علی کل شیء مقیتا، و الله تعالی بر هر شیء حافظ است، مقیت، محافظ، مراقب. الله تعالی میبیند، مقیتن به معنی با قوت، این از قوت است، یعنی محافظ و مراقب معنیش کرده مقیم. الله تعالی محافظ مراقبه که چه کسی شفاعت حسنه می کند، چه کسی شفاعت سیئه می کند، چه کسی برای سربلندی دین خدا می گردد و چه کسی می گردد که سربلندی قانون بوش در دنیا راج بشه.
نظام کفری را کسی تایید میکند اون هم خدا میداند، آنهایی که نظام الهی را تایید میکنند اونها هم خدای عزوجل میداند. هر شافعه سهمی دارد، او شافعه حسنه هست او سهمی دارد، اونی که شافعه سیئه او سهمی دارد. و کان الله علی کل شیء مقیتا، مقیتا به معنای محافظ، مراقب. الله تعالی محافظ و مراقب در هر شیء. و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها، وقتی شما دعوت داده شدید به جهاد، به مناسبت معقب دارم معنی میکنم، وقتی شما دعوت داده شدید به تحیة به دعوت جهاد تو جواب بدید بهتر از آن یا رد کنید همه اندازه. به مناسبت معقل معنی کردن. تحیه به معنای کلام خوب، سلام یکی از کلامهای خوبه. شما سلام داده شدید، شما سلام را به همون طرز بدید. این آیه را مطابق معقل شما خوانده شدید برای جهاد، به هر مقداری همون قدر جواب بدید یا بیشتر از او جواب بدید. تحیه سخنان خوب را میگه. سلام یکی از سخنان خوب، سلام یکی از سخنان التحیات لله، یعنی تمام سخنان خوب به خدا اختصاص دارد. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، اینها همه تحیات هست. وقتی شما خوانده شدید به مناسبت محکم در معنی کنید، یا شما سلام داده شدید یعنی برای سلامتی خوانده شدید. جهاد سلامتی میارد، جهاد عزت میارد، جهاد امنیت میارد، جهاد آبرو میارد، جهاد حیثیت میارد. وقتی شما خوانده شدید به جهاد یا داده شدید سلام، پیام سلامتی به شما داده شد، فحیوا باحسن منها، شما جواب بدهید بهتر از آن تحیه. اگر به شما گفته شد السلام علیکم، شما بگید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما به خوانده شدید برای سلامتی، شما جواب بدهید اون سلامتی را. او ردوها یا اون رد کنی، اما گفت السلام علیکم شما بگید السلام علیکم. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، قانون الهیه. فضل چیزی دیگر، الله تعالی بر هر شی حساب کننده است، حسیبه، حاسبه، حساب میگیره. سبحان الله، شما را گفت السلام علیکم، شما گفتی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خدا به شما جواب احسن دادید، اجر احسن میدهد. جواب مثلها دادید، خدا شما را جواب مثلها میدهد، اجر مثلها میدهد. الله بر هر شی حساب کننده. این آیه را به معنای مطابق ما قبل من معنی کردم و تحیه به معنای سلامه، ولی شما را سلام دادن نه. این یک معنای تحیه. در معنای وسیع تحیه شما خوانده شدید برای سلامتی، جهاد. تحیه کلمات خوب را میگن، التحیات لله، تمام کلمات اعلی و بزرگ به خدا اختصاص دارد. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، سبحان الله، الحمدلله، این همه تحیات هست. جهاد برای چی؟ برای اینکه الوهیت و معبودیت خدا در دنیا انجام بگیره، الله تعالی مطاع باشد، همه دیگران مطیع باشد. جهاد برای توحید الله لا اله الا هو انکم، حتما خدا شما را جمع می کند در روز قیامت، شکی در آن نیست. و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی صادق تر است از نظر سخن از خدا؟ از خدا راست‌تر کیه؟ الله تعالی راست میگه، شما را جمع می کند در روزی که شکی در وقوع آن روز نیست، لا ریب فیه. حکم چهارم سلطانی،
سه حکم گذشت: امانات را به اهل بدی و در راه خدا جهاد کنی. مقتضی فرضیت جهاد را بیان کرد که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا جهاد نمی؟ شما حزب الله. این حکم چهارم سلطانیه. تعدادی منافق از مدینه منوره ترک کردند و رفتند. صحابه نسبت به آنها دو دسته شدند. یک دسته گفت اینها کلمه خواندن، نماز خواندن، حالا که رفتن دارالاسلام را ویل کردن اینا مؤمنن، پاسمالی برن. یک دسته گفتن که نه، اینا منافق شدن، ویل کردن دارالاسلام را و رفتن، باید اینها حکم مرتد و اینا کشته بشن. الله تعالی حالا همون صوفی ها را سرزنش میکنن: ما لکم، چه شده شما را درباره منافقین؟ سرتم فئتین. این فئتین خبره سرتم گشتی شما دو دسته، حالان که جمله غالیه الله تعالی برگردانیده آنها را از اسلام به سبب آنچه که کسب کردن. کسب آنها چی بود؟ ترک دارالاسلام. اگر یک طایفه آنها را مسلمان میدانید، چه شده شما را؟ آیا شما اراده دارید که رهبری کنید کسانی را که خدا گمراه کرده؟ شما هدایت کنید کسانی را خدا گمراه کرده به خاطر عناد آنها، و عناد آنها تا جایی بود که مدینه منوره را ترک کردند و رفت. کسی را که خدا گمراه و بیراه کند هرگز تو نمیابی برای آن راه هدایتی. شما هم پیغمبر برای اون راه هدایتی نمیابی. و تو اینها آنقدر در کفر غرق شده اند و منهمکند که آرزوی کفر شما را هم بر سر دارند. اینها کجا با انابتند؟ آنقدر در کفر منهمک شده اند که ودو لو تکفرون، آرزوی کفر شما را دارن. لو مصدری جمله را به معنی مصدر میکنن. اینها آرزو و تمنای کفر شما را دارن. کما کفرون، همان طوری که خود کافر شده اند. پس شما و آنها برابر بشوید. ببینید: فلا تتخذوا منهم اولیاء، قرار ندهید از آنها ولی و دوست، چون که برای محبت توحید شرط است. اینها از توحیداریان کافر شدن. قرار ندهید از آنها ولی، حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر زمانی که هجرت کردند و آمدند در راه خدا برای تکمیل اسلام. تا اون زمان اینها را دوست برای خود قرار ندید. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اعراض کردند از هجرت و جهاد، تو پس بگیرید این منافق ها را و گردن بزنید آنها را. حیث وجدتموهم، هر کجا یافتید اینها را، در حل و در حرم گردن بزنی خبیثا را. اگر از جهاد و هجرت اینها اعراض کردند، دستگیر کنید آنها را، گردن بزنید آنها را، هر جا که یافتید آنها را. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، قرار ندهید از آنها هیچ ولی در حالت امن، دوست قرار ندید هیچی که از آنها در حالت امن. ولا نصیرا، یار هم در حالت خوف قرار ندهید. نه اینها را در حالت امن دوست قرار بدید و نه در حالت خوف اینها را نصیر، مددگار، معین حق ندارید. ها گروه دوم که صلح بالواسطه کردن، این حکم پنجم سلطانیه. با کسانی که تعهد دارید جنگ نکنید تا که خلاف ورزی از طرف شما لازم نیاید. با آن دستهایی که شما مصالحت دارید جنگ نکنید، خلاف ورزی از شما نیاید، مگر آنهایی که یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق. اینها رفتن، گوش کنید، این منافقین رفتن با قوم خود را وصل کردن
که آن قوم مؤمن نبودن لیکن معاهد بودن، عهد داشتن که شما بر علیه ما بر علیه. حالا که رفتن با آنها خود را وصل کردن، شما همونجا تعرض نکنید که عهد شکنی و نقض عهد از طرف شما نشه، مگر آنهایی که وصل کردن خود را به قومی که بین شما و بین آن قوم عهد و پیمان است. لحظه اینها رفتن، لحظه اگر شما بر اینها تعرض کنید بین شما عهد شکن حساب میشید، خلاف ورزی کننده حساب میشید. خب این صلح به واسطه مصالحی شد با آنها. حالا یک صلحی بلا واسطه، یا اون دستهایی که آمدن نه با شما نیت جنگ دارن و نه با هم مذهبان خود، لحظه به طرفن، با به طرف ها هم شما حق ندارید که جنگ. او جاؤکم، یا آمدن پیش شما، حسرت صدورهم، بند شده سینه آنها از جنگ شما، از اینکه با شما جنگ کنن، من ان یقاتلوا، یا از اینکه جنگ کنن با قوم خودشان یعنی با کافرها، یعنی یک گروه بی‌طرف نه با شما می جنگد نه با قوم خود می جنگد، پس اینها را هم شما تعرض نکنید. امتنان الهی اگر خدا می خواست مسلط می کرد آنها را بر شما، پس آنها با شما می جنگیدن. اکنون که اللہ تعالی آنها را مرعوب کرده، حراس دارن، با شما نمی جنگن، با قوم خود هم نمی جنگن، شما چرا می جنگید؟ اگر اینها شما کنار گرفتن، فین اعتزلوکم، یعنی فلم یقاتلوکم، نجنگیدن با شما، و القوا الیکم السلام، و القا کردن به طرف شما صلح را و سلام، سلام صلح و سلامتی را، آشتی، پیام آشتی به طرف شما القا کردن. بس فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، قرار نداده الله تعالی برای شما بر سر آنها راه اخذ و قتل را، که شما اینها را بگیرید و قتل کنید. این راه را خدا برای شما نکرد. حکم ششم سلطانی، ستجدون آخرین، شما میابید مسلمان ها دیگرانی را، یعنی منافقان درجه یک اراده دارن که ان یامنوکم و یامنو قومهم، امنیت حاصل کنن هم از شما، امنیت حاصل کنن هم از قوم خود. کسانی که نسبت به شما ایجاد فتنه می کنن آنها را آرام نگذارید. شما می بینید دیگران ستجدون آخرین، غیر از این دو دسته، یک دسته اونه که رفتن با مصالحین شما خود را وصل کردن، یک دسته رفتن آمدن خودشان و اعلان تسلیمی کردن و با شما نجنگیدن، از شما فاصله گرفتن، با شما نجنگیدن، صلح کردن، با شما آشتی کردن، القای سلام و تسلیمی را به طرف شما القا کردن، شما با اینها نجنگید. حالا یک دسته هست موقع پرست، ابن الفرستن. چیه؟ ابن الفرستن. هم میخواهند از شما امنیت بگیره هم از قوم، به محضی که به آنها فرصت داده بشود، لحاظا از طرف دشمنان فوراً آنها بر میگردن و برای دشمنی شما آماده. اینها اگر دست از این دسیسه کاری و فتنگری نکشیدن و به طرف شما پیام تسلیمی را القا نکردن و دست از دشمنی شما بند نکردن، اینها را هم بگیرید و قتل کنید هر کجا کیا. اینها دغباز. تو میبینی آخرین را اراده دارن که امنیت حاصل کنن از شما، امنیت حاصل کنن از قوم خود. هر زمانی که اینها رد کرده میشوند، یعنی خوانده میشوند از طرف دشمنان، ردو الی الفتنه، به معنی خوانده میشوند به طرف فتنه، رد کرده میشوند به خاطر خوانده شوند از طرف دشمنان به طرف فتنه، یعنی کفر و شرک. تو ارقصوا فیها، فوراً توی این فتنه برگردانیده میشوند. یعنی عبادت میکنن همراه با دشمنان، آنچه را که عبادت میکنن دشمنان شما. این دسته از منافقین اگر از شما فاصله نگرفتن و القا نکردن به طرف شما سلام را،
سلامتی را یعنی امنیت، پیام تسلیمی را به طرف شما القا نکردن و دست از جنگ شما بند نکردن. ببینید لم بر سر هر فعل داخله. لم یعتدلوکم، لم یلقوا الیکم السلام و لم یکفوا ایدیهم. تو حکم اینا اینه، این حکم فریق سومه. فخذوهم، اینا را دستگیر کنید، واقتلوهم، گردن بزنید، حیث ثقفتموهم، هر کجا که اونها را دریافتید. اولئک، اینها قرار دادیم ما برای شما بر سر آنها یک سند ظاهر صریح مبین. این دغبازهای فریبات ابن الوقت و ابن الفرصت هم. اگر فرصت فتنه به اینها داده میشه اینها دریغ نمیکنه. اینها اگر از شما قاتل نگرفتند و برای دست از فتنه کوتاه نکردن، اینها را بگیرید و گردن بزنید. نگید اینها مسلمانند. امروز همکاران بوش و بلر همینا هست، به زبان کلمه میخوانند و با آنها همکارند. حکم اینها اینه خذوهم فاقتلوهم حیث ثقفتموهم. فریب نخورید که اینها امامه دارند و اینها ریش دارند و اینها صدری دارند و نه ریش اینها فریب بخورید و نه، اینها برادر فتنه هست. هر زمانی که خوانده بشه کل ما ردو الى الفتنه ارکسوا فیه. رمز پیروزی در میدان نبرد اتفاق و اتحاد میخواد. رمز پیروزی اتفاق و اتحاد، این حکم صحابه سلطانی. آنچه که اتفاق را و اتحاد را به هم میزند، لہذا قانون خدا بیان کرد. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. جایز نیست برای هیچ مؤمنی. جب ببینید رفت حکم سلطانی ثابت در مسیر جهاد، نگاه کنید از دست شما کسی قتل نشود مگر خطاء. مومنی قتل نکنید، معاهدی قتل نکنید در مسیر جهاد، که اگر مومنی و معاهدی قتل کردید باید جریمه هم بدید. رمز پیروزی در میدان نبرد اتفاق و اتحاد است. لذا این قانون برای اینه که اگر در مسیر جهاد از دست شما مومنی کشته شد، حالا چند صورت دارد. اصلا جایز نیست برای مومن که بکشد مومنی مگر در صورت خطا. صورت اولینه و من قتل مومنا خطأ، کافری تصور کرد او را کشت. آزاد کردن یک گردن، کنیز باشد یا غلام، مومنه، اون گردن هم مومنه ای باشد. و دیت مسلمت الی اهلها، دیه هم داده بشود، تسلیم کرده شود به اهل این مقتول مؤمن. الا ان یصدقوها، اگر اهل دیه نگرفتن و قتل خطا را بخشیدن، درسته، کل را بخشیدن یا بعضی را بخشیدن. دیه گفته شده است 100 شتر 10,000 درهم یا 1000 دینار، هر کدامی که آسان بشه. اگر باشد این مقتول مؤمن از قومی که عدو لکم، خودش مؤمنه لیکن قومش و ورثا و رشته‌دارهاش کافرن، دشمن شما هستن، و خودش مؤمنه، پس اینجا جریمه این قاتل مؤمن خطا تحریر رقبت مؤمنه، یک گردنی آزاد دیگه نیست. چرا؟ قوم او کافرن، دشمنن، به اولیای او که دشمن ما هستند و کافرن دیگه نمیخوان بدید. فقط جریمه خدا غلامی آزاد کردن، غلام هم گردن هم مومن باشه. خب سورت سوم، و امکان من قوم بینکم و بینهم میثاق معاهده، صلح یا ذمیت است، دیه مسلمه الی اهلیه و تحریر رقبه مومن. این سورت سوم.
اگر از قومی هست این مقتول که بین شما و بین آن قوم عهد است و پیمان است، تو دیتون مسلمتون الی اهلیه هست و تحریر رقبت مؤمنه. غلام این سه صورت شدن. اگر قوم این مقتول خودش که مؤمنه، هر سه صورت خودش مؤمنه، اگر قومش هم مؤمنه دیت باید بدیم به قومش، یعنی به خویشاوندان. و اگر قومش معاهده، با ما عهد دارد، پیمان دارد، مؤمن نیستن، هم باید ما دیه بدیم. چطور که مثلا ذمی آمده از دست ما، مؤمنی کشته شد، فامیل او همه ذمی هست، معاهدن، عهد و پیمان دارن، پس دیه هم باید بدیم. خب اگر غلامی نیست که آزاد کنیم چی کار کنیم؟ فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، پس به گردن آن روزه 2 ماه پی در پی، 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. جزای قتل خطا همین سروران میکنن. امروز مردم به این حکم که 2 ماه پی در پی روزه بگیرن قتل خطا میکنن عمل نمیکنن که 2 ماه روزه پی در پی به گردن او لازمی. این جریمه الهیه، هم دیه بده و هم 2 ماه پی در پی روزه، که متاسفانه امروز کسی عمل نمیکنه. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، کسی که قتل خطا کرده بود، خطااً بچه‌اش را کشت، زیر ماشین آورد، دیه ای که نداد، پدر بود، لحاظا 2 ماه پی در پی باید روزه بگیره. دیه کی را بده؟ باید به خودش بده، به مادرش بده. قتل خطا. حالا اگر زنی بچه خود را زیر میارد میکشه، 2 ماه پی در پی روزه هم باید بگیره و دیه هم باید به پدرش بده. اگر پدر نبخشید دیه باید بده. از اولیای او میگیریم دیه. اینها قتل خطا. توبتا من الله، تاب توبتا، رجوعی هست. حضرت معنی می کرده لطف و مهربانی از طرف خدا هست، توبه را معنی کرد. و کان الله علیما حکیما، الله تعالی دانا حکیم در مقرر گردانیدن قوانین. الله تعالی قوانینی مطرح کرده، اگر قتل خطا کردید اینقدر الله تعالی اهمیت کرده که هم باید به اولیای مقتول دیه بدید قتل خطا و هم 2 ماه روزه. اگر غلامی کی نیست الان 2 ماه روزه در هم. این جریمه یک قتل خطا. این 2 ماه پی در پی روزه گرفتن حق خدای. حالا میبینید یکی مثلا قاتل را میبخشند اولیای مقتول، قانون هم یک سری جریمه های برای او میگذارد، نمیگذارد، 100% میگذارد، زندانی میگذارد، جریمه میگذارد. اون حق قانونی دولته، برای خود حق قائله. حق خدا 2 ماه پی در پی روزه شده، قتل خطا. که متاسفانه امروز این حکم خدا را هیچ کسی اجرا نمی کند و حتی نمیگویند که واسم نمیگوید که شما بعد 2 ماه پی در پی روزه بگید. این جریمه قتل خطا. فقط دیه را که اولیا میخواهند برای دیه جر و بحث. و من عرض کردم کسی بچه خود را زیر بیارد، مادر زیر میارن بچه ها میمیرن، یا مثلا با ماشین زیر بیاره بچه خود را، که یک بنده خدا بچه خود را زیر آورد و بچه کچلو بود، پشت ماشین رو نمیدانستی پشت ماشین بچه هست، دنده عقب کشید و رفت زیر لاستیک، بس اونجا سر جا فوت. جریمه داره 2 ماه پی در پی. و پدر از مادرش هم میتونه دیه بگیره. و من یقتل مؤمنا متعمدا، حالا کسی میکشد مؤمن را عمدا، جزای اول قتل عمد جهنم هست، جزای دوم خالدن در جهنم، سوم غضب الله علیه، خدا بر این قاتل خشم، چهارم او را لعنت کرده، از رحمتهای خاصه خود دور میکنه و آماده کرده برای او عذاب عظیم. 5
وعده برای قاتل عامد مومن است که امروز مفت مومنی را میکشه. من قتل مومنا متعمدا اولین جزایش جهنمه، اون هم جهنم برای چند سبای نیست، خالدن است. حالا اگر قتل مومن را به خاطر ایمان مباح می‌دانند خب کافر می‌شود و برای همیشه تو جهنم. و اگر قتلش را مباح نمی‌دانند روی اغراضی مالی یا دیگر اغراضی را می‌کشد، لحاظا اونجا خالدن را معنی کردن که مکث طویل به مدت‌ها تو جهنم می‌ماند. خالدن برای کسی که قتل مومن را حلال بداند او دیگه کافر میشه و برای همیشه تو جهنم میماند. و اگر حرام حلال نمیداند به خاطر اسلام یک سری اغراضها میکشه مومن را، لحاظا از خالدن تعبیرش کردن مکث طویل، مدت‌ها تو جهنم میماند. امروز این وعده ها برای قاتل هستند، جهنم است، خالدن است، غضب الله علیه، لعنه و عد له عذابا عظیما. از عذاب الله سبحانه و تعالی وعده کرده با قاتل مؤمن، کسی که مؤمن را عمدن میکشه. قانون برای شناخت مؤمن چطور ما بدانیم مؤمنی؟ کلمه خوان مؤمنه دیگه، نماز میخوانه مؤمنه، روزه میگیره مؤمنه. حالا ما چطور بدانیم که نزد خدا مؤمن هست یا نه؟ شعار اسلامی آن دلیل ایمان او هست، حقیقت با خداه. ما موظف نیستیم که پشت سر واقعا عند الله مؤمن هست یا نه، شعائر اسلامی ایمانه. این قانون برای شناخت مؤمن. کسانی که شما ایمان آورده اذا ضربتم فی سبیل الله، وقت شما سفر میکنید در راه خدا برای جهاد، دعوت در فتبینوا، در تمام امور قتل باشد یا غیر قتل باشد تحقیق کنید و نگویید برای کسی که القا میکند به جانب شما سلام را که علامت اطاعت و اسلام است، لست مؤمنا. شما نگید که تو از صمیم دل مؤمن نیستی، از سلام میدی، در حالی شما طلب کننده سامان حیاتی دنیا باشید. پس نزد خدا غنیمت های کثیری هستن به شما میداد. برای 4 گوسفند بیچاره را چرا کشتید؟ صحابه در جبه میرفتن، یک بیچاره مقداری گوسفند داشت، این به صحابه سلام داد، سلام علیکم. صحابه فکر کردن که این از ترس ما سلام میدی، بیچاره را کشتن، گوسفند را آوردن. الله تعالی گفت نه، شما هم قبلا همین کلمه را خواندید و من قبول کردم و پیغمبر من قبول کرده. حقیقت با خدا علامت اسلامی کلمه هست، نماز، روزه، حج، زکات. خب او مسلمان دیگه، از درون شما چه خبر داری؟ حالا اگر همکار کافر در دل شما نیاد، با کافر همکار و همکتاره، خب این خدا گفته که از کافره، کلمه هم بخواند لیکن همکار کافره، کافر را تقویت میکنه، خب دیگه هم جرم کافر میشه. این بیچاره تعداد گوسفند داشت. نگید لمن القا الیکم السلام که علامت اطاعت و بندگی است، لست مؤمنا، تو از صمیم قلب مؤمن نیستی، در حالی که تو طلب میکنه عرض حیات دنیا را. اونی که با کافر همکار شما را تعقیب میکند و در جبهه کافره، دیگه او سند کفر شمونه کاری کافره، این که بیچاره نداشت. شما در حالی که شما طلب کنید سامان حیات دنیا را، پس نزد خدا غنیمت های زیادی در علم و قدرت خدا هستند، شما را میدهد. کذالک، مدار اسلام شما نیست فقط بر دعوای اسلام، همین طور بودی شما قبلا و اظهار ایمان کردید، در لیست مومنین آمدید، پس خدا بر شما احسان کرد. فتبینوا، پس خوب تحقیق کنید،
ان الله کان بما تعملون خبیرا، الله تعالی به اعمال شب و روز شما خبر دارد. الله احسان کرد که به گفتن لا اله الا الله شما را در لیست مؤمنین آورد. اینم بیچاره لا اله الا الله گفته او سلام داده شما را، شما گفتی نه سر سمایه، شما مگر داخلش رفته بودی؟ حتی که در میدان قتال کسی که کلمه میخواند وقتی صحابه بهش حمله میکرد ویلش میکرد، مرتبه سوم سالم بعد آخر او را کشت، کلمه خواند و کشت. پیغمبر در میدان قتال هنوز ناراحت شد که حلا شکست قلب او، شاید این آخرین مرتبه از کنین قلب خواند باشد. سخت احتیاط باید کرد. سبحان الله. لا یستوی القاعدون ترغیب القتال، برابر نیستند آنهایی که نشستند از مؤمنین غیر اولی ضرر ندارند. قاعدون غیر اولی ضرر ندارند، لنگ نیستند، فلج نیستند، کور نیستند، مریض نیستند. او آنهایی که جهاد میکنند در راه خدا به مال و جان. قاعدون از مؤمنون غیر اولی ضرر مثل من و شما. او آنهایی که جهاد میکنند انفس، اینها با هم برابر نیست. فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم، فضیلت و عنایت کرد الله تعالی به مجاهدین، آنها که جهاد با مال و جان میکنند، بر آنهایی که نشستند درجه الله تعالی به آنها داده، آنها جهاد میکنند. فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. البته هر دو نوع مومن وعده بهشت دارند، به هر یکی وعده جنت است، لیکن مجاهدین فضیلت دارند. کل وعد الله الحسنا، به هر دو نوع مسلمان قائد و مسلمان مجاهد وعده جنت است، لیکن فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، فضیلت داده مجاهدین را بر قائدین اجر عظیم. اون اجر عظیم که هستند درجات منه، درجات عالی هستند از جانب خدا. این تعیین اجر عظیمه. مغفرت های ویژه هستند، رحمت های خاص هستند. و کان الله غفورا رحیما، الله تعالی بسیار بخشنده و مهربان است. حکم تاسع هشتم، آنها که جهاد نمی کنند فرشتگان آنها را بدون عذر در راه خدا جهاد و هجرت نمی کنند، فرشتگان هنگام مرگ از آنها سوال می کنند که کجا بودی، در چه کاری مشغول بودی، در چه شغلی بودی. اینا میگه ما در زمین مستضعف بودیم، ناتوان بودیم، گوش بلر آمدن در ما تاخت و تاز کردن، ما نتونستیم. الله تعالی میگه مگر زمین خدا فراخ نبود که شما هجرت میکردی و خود را کنار میکشیدید و بانا میجنگیدی؟ عرض من که خیلی وسیع بود. اینها را فرشتگان میزنند. ان الذين توفاهم الملائکه، آنهایی که موت میدن به آنها فرشتگان در حالی که ظالمان بر جانهای خودشان، در حالی که ظالمان بر جانهای خودشان یعنی قدرت جهاد و هجرت داشتند، جهاد و هجرت نکردن، با کافران همکار شدند. فهمیدی یا نه؟ جهاد هجرت و جهاد نکردن و با کافرها همکار شدند. اینها ظالمی انفسهم. قالوا فرشتگان میگن فیما کنتم، در کجا بودید شما، یعنی در چه بابی از باب دین بودید، چه عملی از اعمال دین انجام میدادید. اینما کنتم. قالوا اینها در جواب میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم در زمین، از این خاطر بر تمام ضروریات دین عمل نتوانستیم انجام بدهیم. سبحان الله. ما ظالمی انفسیم، ما در زمین مستضعف و ناتوان بودیم، نتونستیم بر تمام احکام دین عمل کنیم. کنا مستضعفین فی الارض،
قالوا فرشتگان میگن الم تکن ارض الله واسعه، آیا مگر زمین خدا وسیع نبود که شما هجرت میکردید در آن زمین خدا؟ عمل کنید در زمین مملکت کفری، مگر زمین خدا وسیع شما هجرت کردید در آن زمین خدا؟ فاولئک مأواهم جهنم، این همکاران کفار جایگاهشون جهنم است. و ساءت مصیرا، بدترین جایگاه جهنم هست. بله آنهایی که جهاد نمی کنن با کافر همکار میشن، هم شغل میشن، اینها ظالمین انفسهم هستند، جای اینها جهنم. قوت نیکی نداری بد مکن، اگر طاقت جهاد نداری چرا رفتی بابوش همکار شدی؟ همه امروز همکاران این کافرها همین نساک آیه، اینها ظالمی انفسهم هستند. ما مستضعف و ناتوان بودی، خب مستضعف و ناتوان بودی چرا رفتی سربازی دادی برای بوش و بله روشان؟ چرا رفتی با آنها همکار شدی؟ چرا از آنها حفاظت کردی؟ اینها من ظالمی انفسهم هست. ارضالله مگه واسه نبود؟ هجرت میکردی و با کفار مقابله میکردی؟ ها، آن مستضعفین از رجال و نساء و ولدان که نمیتوانند خود را از مکه بکشند، شان نزول نساء که اول آیه درباره اهل مکه هست، لیکن آیات را ما همهشون ببریم به مکه و اهل مکه و مشرکین، نه، این همینه. ها، آنهایی که واقعا مستضعفند از مردان و زنان و بچه ها که طاعت حیله را ندارند، یعنی تدبیر را هجرت استطاعت ندارند، بودن مردانی در مکه مکرمه، زنانی در مکه مکرمه و ولدانی که لا یستطیعون حیلتا، نداشتند طاقت هجرت را و نمیدانستن راه مکه تا مدینه را 450-500 کیلومتر مسافت. خب این زنان، این بچه ها، این مردان ناتوان، اینها را الله تعالی از ظالمی حساب نمی‌کند. آنهایی که قدرت هجرت داشتند، آنهایی که طاقت هجرت داشتند، آنها هجرت نکنند و برن همکاری کنند با کافر، آنها مجرمند. برحال اون زنان و اون ناتوانایی که نمیتوانند هجرت کنند اون جباشن، لیکن همکاری نکنند با کافر. 100% ظالمان آنهایی که همکار کافرند. نفهمیدید؟ فاولئک عسى الله یعفو عنهم، اینها امید است که الله عفو کند اینها را، یا وعده خدا اینها را عفو میکنه. و کان الله عفوا غفورا، الله تعالی بخشنده و مهربان است. واقعا اگر کسی تواناییش ندارد، ترغیب الهجرت و رفع موانع هجرت، هر که هجرت کند در راه خدا میبیند در زمین مراغما، مراغم به معنی محل هجرت کثیر، محلهای کثیر هجرت میبینه. مراغما کثیرا مراغم را مهاجر کرده، یعنی محل هجرت، بسیار جا هجرت. و ساعتا گشادگی در رزقم میبینه. چقدر مهاجر بوده آمدن از شاید در افغانستان هیچی نداشتن، اینجا کسی انواع و اقسام ثروت، ولی الان اونایی که همکارند دیگه اون مجاهد نیستن، اون همه چیز را به باد دادن. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا، معنی اول جاهای هجرت زیادی میبینن و ساعت در رزق میبینن و هر کس خارج بشود از خانه خودش هجرت کنند الی الله و رسولی، باز در مسیر قبل از اینکه به مقصد برسد موت بگیرد او را، فقط وقع اجره علی الله، مزد بر خدا لازم شده است. اجری که موعود علی الهجرت هست، اجری که وعده داده شده به خاطر هجرت، او به خدا، به عهده خدا است تفضلان. و کان الله غفورا رحیما، الله تعالی بسیار بخشنده و مهربان است.
صحابی در راه هجرت وفات کرد، بعضی گفت اینم ناکام شد فلانه. الله تعالی گفت نه، هر که هجرت کند به خاطر خدا، به خاطر سربلندی دین خدا، در مسیر به موت طبیعی بمیرد، باز اون اجری که برای هجرت میرسه، اون اجر موعود علی الهجرت بهش میرسه. خدا عهده داره، اجرش بر عهده خدا است تفضلا. حکم عاشر، خب شما هجرت کردید، مسافری، در این سفر صلات را قصر کنید، برای شما جایز. صلات را چکار کنید؟ قصر کنید. اذا ضربتم فی الارض، وقتی شما سفر کردید در زمین که مقدار آن 3 منزل باشد، مطلق سفر نه، اندازه 3 شبانه. وقتی شما سفر کردید در زمین، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، گناه نیست بر شما که کم کنید از نمازهای 4 رکعتی، کسر کنید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر خوف کردید که در فتنه می اندازن شما را کفار. از آیه این چنین معلوم میشه که اگر خطر است ما قصر کنیم، اگر خطری نیست امنیت است قصر نکنیم. همین شبهه را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در محضر پیغمبر مطرح کردند که یا رسول الله ما سفر میکنیم و امنیت هم داریم، آیا میتونیم نماز قصر کنیم؟ فرمود بله. صدقه رب، فاقبلوا صدقه ربکم، الله تعالی بر شما صدقه کرده، 4 رکعتی 2 رکعت کرده. امام شافعی رحمه الله میگه مسافر اختیار دارد قصر کند یا اتمام کند، او مختار. مسافر چیه؟ مختاره، قصر کنه یا اتمام کنه. و امام حنیفه میگوید که عزیمت قصر، عزیمت قصر یعنی قصر کن تا اعراض از صدقه خدا لازم نیاید. خدا صدقه کرده، شما 4 رکعت میخوانید، شما از صدقه خدا روگردانی میکنید. پیغمبر فرمود این قصر صدقه ربکم فاقبلوا صدقه ربکم، خدا بر شما صدقه کرده و این صدقه را بپذیرید. این خاطر میگه که عزیمت در اینه که شما نماز را قصر کنید. امام حنیفه میگه. حضرت امام شافعی رحمه الله برداشتش اینه که قصر رخصته، قصر کنید هم خوبه و اتمام کنید هم. این قید اتفاقی ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر برای شما دشمن آشکارن. و کافر دشمن چیان؟ پس اینا که با کافر همکارن دشمن آشکارن نیستن؟ ها ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، دشمن آشکار اینها هستن همکارانا. حالا صلات خوف، شما در میدان قتالی دشمن شما را فرصت نماز نمیده، همه شما هم میخواهید پشت سر این امام نماز بخوانید. در زمان نزول قرآن صحابه همه میخواهد پشت سر پیغمبر نماز بخوانید. الله تعالی گفت 2 دسته بشید. شما ببینید جهاد آنقدر سروران گرامی اهمیت دارد که عبادتی همچون نماز تغییر پذیره، حالت عادی خود را از دست میده، لیکن جهاد جهاده. شما را دشمن فرصت نمیده همه جماعت کنی پشت سر پیغمبر. پس 2 دسته بشید، 1 دسته در برابر دشمن بیستید، 1 دسته بره 1 رکعت با پیغمبر بخوانه، برگرده بیاید جای اینها. توی نمازه اینها 2 مرتبه شمشیرها خود را به دست گرفته برن پشت سر پیغمبر، 1 رکعت خود را بخوانن با پیغمبر. و امام میگه دیگر رکعت بعدی را هم بخوانن، سلام بدن بیان در مصاف دشمن، اینها برن 1 رکعت خود را تکمیل.
همه در نماز نقل و حرکت، لیکن جهاد تعطیل نیست. پوتین شما به پا، کلاشیکوف شما به شانه، کمر شما هم بسته، نماز هم بخوانید، برید بیایید. قبله هست تعطیله و قبله تعطیله. اگر شما الان سر نماز یک طرف رخ بگردانید از نماز که سینه شما از قبله برگردد، چهره شما کاملا از قبله برگردد، چهره شما نماز فاسده. لیکن در میدان قتال قبله تعطیله. انما تولوا فثم وجه الله. رفتن آمدن جهاد آمد، جهاد تعطیل نیست، نماز موقعیتش تغییر کرده در حال رفتن و آمدن. و اذا کنت فیهم صلاة خوف، وقت شما حضور داشتی در میان صحابه و اقامه کردی بر آنها نماز را، پس بیستد یک دسته از آنها با شما و طایفه دیگر نگهبانی بدهد. و این طایفه نگهبان ولیأخذوا اسلحتهم، سلاح هم به دست باشد، بدون سلاح نباشد. سلاح را بگذارید بیایید برای نماز، نه. ولیأخذوا اسلحتهم، سلاح هر دو دست باید به دست داشته باشید. فاذا سجدوا، سلاحی که حمل میشه، شمشیر آویزان میکردن بگردن، کلاشیکوف بیاد اینجا بزن، ها اینو به زمین نگذار، شاید کافر بهت مهلت نده که تو از زمین برداری، اینجا آویزان میشه. واقعا اینایی که سلاح به گردن میکنن برای خدا چقدر لذت هم میبرن. زینت مرد سلاح هم. دیگه بعضی خود را مرد حساب میکنن، زنجیل صلیبی به گردن آویزان میکنن. یعنی اینها ناراضن که مردن باید گلوبندی داشته باشه. واقعا اینا هم خود را مرد حساب میکنن، برای گلوبندی گردن آویزان میکنن. مرد باید کمرش بسته بشه و بیسته در برابر کافر را. الله اکبر. و این کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتکن طائفة منهم معك، بیسته یک طائفه با شما نگهبانی، بیستند از آنها با شما و طائفه دیگر نگهبانی بدن. و این طائفه مسلیه هم اسلحه را بردارن و نماز هم با اسلحه. ولیأخذوا اسلحتهم، خب اونا که ایستادن در مصاف دشمن که خود مسلح، همین طائفه نماز خان هم با سلاح نماز بخوانند. فاذا سجد، وقت سجده کردن یک رکعت را با شما خواندن و پیش دشمن، فلیکونوا من ورائکم، پس این طائفه نماز خان با سلاح برند پشت سر شما و بیاید طائفه دیگر که نماز نخوانده اونها هم بخوانند نماز. فلیصلوا کاملا، یک رکعت با شما یک رکعت هم تنها. امام ابو حنیفه میگه فلیصلوا کاملا انقلعنا، با شما نماز بخوانند و اینها هم سلاحشون به دست باشد. ولیأخذوا حذرهم، باید اسباب حفاظت را با خود بردارن و اسلحتهم، سلاح را هم با خود باید برداشته باشند. این طایفه که میان همونطور مسلح نماز بخوانند. الله، چرا نماز خوف علتش دشمن در کمینه که اگر شما به نماز مشغول بشید همتن بر شما حمله میکنن، تا شما سر و ته کنید اونها شما را از تحقیق میگذرن. مسلح آماده، سلاح به دم، نیزه شما بسته باشد، شمشیرش خود را هم، شمشیرها غلاف داشتن و شمشیرها بند داشتن، به گردن آویزان میکرد، اینطور آویزان میکردن، اینطور آویزان میکردن. ها الان هم کلاشیکوف بند داره بیان دست، اینجا بگذارید، اینجا بگذارید. یعنی واقعا مجاهدان لذت میبرن. این آیات را بخوانند چه لذتی میبرن. چرا اینها اینقدر دلیرن؟ خصوصا مجاهدین عرب خیلی دلیرن، چون قرآن میخوانند. این قرآن هم در سنگر بخوانند چقدر آنها داغ میشن. هم بابا انشاءالله من تو جهاد
مرگه. یک پیرمردی بود نشسته بود، یک مجاهد آمد گفت مرگ میاد، بیا توی میدان قتال تا با شهادت بمیر. عاشق شهادت. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. دوست دارن کفار غافل شدن شما را از سلاح. کافر بسیار دوست دارن که شما مسلمان ها سلاح نداشته باشید. هر مسلمان مسلح تروریست بوش بیارام، هر مسلمان بی غیرت که در برابر بوش گردنش پایی نمی، مسلمان خوبیه. مسلمانی که سلاح داشته باشد کافر بیارام. ود الذین کفروا، بسیار دوست دارن کفار غفلت شما را از سلاحتان و اسباب حربتان، که شما یک مرتبه غافل بشید دیگه اینها فیمیلون علیکم میلتا واحدا، اینها میل میکنن بر شما میل واحد، یک مرتبه بر شما حمله میکنن. سبحان الله، به چه عناوینی ما را دارد تعلیم میده، آموزش نظامی کم خدا دارد میده. ود کثیر ود الذین کفروا، من همین اعتقاد من همینه که اگر مؤمن کامیاب همینه که در نبرد، همینه، این همه آیات الهی اونا بر شما میل واحد کنن. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم. باران شما را خیس کرده یا مریض، لحاظا حمل سلاح خیلی مشکل شده، پس برای این معذورین گناهی نیست. قرآن سخت تاکید کرد نگذارید اسلحه براتون ولی حذرهم، این دستور خداه. الله سبحانه و تعالی میگه اونایی که معذورن حمل سلاح برای آنها گرانه، خیس شدن، اینا رو باید بگذارن تا کم خشک بشن، یا معذورن نمیتونن سلاح را حمل کنن. 10 کیلو یک تفنگی وزن داره، 5 کیلو وزن داره، وزن دارن، تفنگا گرانن. لحظا خدا معذورها را میگه گناهی نیست. شما اگر سلاح بگذارید معذورها گناهی نیست، گناهی نیست بر شما. اگر شما عزایی دارید از باران، خیسید، ترید یا هستید مریض، گناه نیست که انتظروا اسلحتکم، شما سلاح را به زمین بگذارید تا عضو نمیتوانید حمل کنید. لحاظا غیر معذور حق نداره سلاح را بگذارد، گناه ہے. و این حمل سلاح برای دشمن عبادته. اونها که تمام روز کمر بستن و در کمین دشمنن، اینها در عبادت خدا غرقن. معذورها اگر سلاح را به زمین گذاشتن تا رفع عذر، گناه نیست، دیگه هیچ که حق ندارید. خذوا حذرکم، اسباب حفاظت خود را بردارید. خود جامعه آهنی اون زمان الان همه سلاح های حفاظتی را بردارید، خودی بسر مولوی صاحب بگذارن. خذوا حذرکم ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا. برای کفار فقط در دنیا انتظار انتقام نشده است، بلکه خدا در قیامت هم اینها را عذاب مهین میده. ببینید چیه، برای کفار فقط در دنیا انتظام انتقام نشده است،
بلکه الله تعالی آماده کرده برای کافرها عذاب ذلت آمیز. قیامت هم اینا را عذاب میده، دنیا به دست شما. خب فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا. دیگر در جبهه جنگ نماز کاملا کیفیتش عوض شد، نه رفت آمد حمل سلاح، قبله ساکت میشه از مسلمان. دشمن رخ مجاهدین طرفه، اون طرفه. حالا نمازا که ادا کردی دیگه بازی و تماشا نکنید، ذکر در جبهه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. در حالی که استادید خدا را ذکر کنید، در حالی که در سنگرید خدا را ذکر کنید. میگه یکی بیان میکرد این مجاهدین وقتی در میدان نبرد میآیند، بابا این به 52 که بیچاره دفاعش نداره از زمین، کسی نمیتونه با اینها بجنگه. میگه عربی دیگران می نشستند و کمین میکردند و می جنگیدند. میگه عرب ها نه، حالا دارن راست میسن، بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر، به این طریقه می جنگن. شخصا میگه ننشین بلند شو راست، هم میگه بسم الله الله اکبر الله اکبر. گوش بدنش آتش میگیره. قرآن میگه چرا این اصلا یعنی باور که نه عامل بر قرآن. فاذا قضیتم الصلاة وقت شما ادا کردین نماز خوف را، فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. مجاهد از حالت خالی نیست، یا سینه خیز میره، یا به پهلو میغلطه و میره، یا استاده یا نشسته، در هر حال خدا را یاد کن، یاد خدا کن. فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. حالا از سفر و از خوف اگر اطمینان آماده کردین، نماز را به دستور ثابت بخوانید. فاذا اطمأن سفر و خوف وقت شما اطمینان حاصل کردید، تو فاقیموا الصلاة اقامه نماز کنید موافق قاعده اصلی نماز. چرا نماز تعطیل نمیشه در جهاد؟ نماز وقتش مقرره. وقت نماز آمد یا صلات مسافر یا صلات خوف را بخوان دیگه. نماز اینطور نیست که جمع کنی هر زمان خواندگی در کا تعبیل خدا بگی. بس اینطور نمیکنن. ان الصلاة، اگر نماز جمع شدنی می بود تو پس صلات خوف برای چی؟ جنگ برید فردا که شبها عموما جنگ تعطیل میکرده اون زمان، شب برید تمام 17 رکعت نماز بخوانید. نه، نماز وقتش تعیینه، بین خاطر در حال رفتن هم میتونی نماز بخوانی. وقتی که جماعتی نیست فرصتی، حالا که همه نمیخوان پشتی سر یک امام نماز بخوانن، دست امام های چدا بگیرن نماز بخوانن. لازم نیست که صلات خوف بخوانن. اون زمانی که پیغمبر علیه السلام همه میخواستن پشت پیغمبر نماز بخوانن و الان 10-20 نفر برن یک جماعتی بکنن، 10-20 نفر برن جماعتی دیگر بکنن، همه عیبی ندار، جایز است. علت صلات خوف و علت صلات سفر، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. نماز هست بر مؤمنین یک فرض موقت، به خاطر فرض بودن ادا کردن لازمی هست. فرض در وقت معین ادا باید شود. کتابا و معنی مفروضا، فرض اون هم وقتش تعیینه، موقع نماز آمده تاخیر ندارد. به صورت صلات خوف بخوان. اینها که قائل به جمعن، باز هم ذهن آنها را قرآن تلخ میکنه. جمعی نیست، صلات خوف برای چی؟ جمع بکنم 5 نماز را یک جا بخوانم. ولا تهنوا ترغیب القتال، لا تهنوا فی ابتغاء القوم، سست نباشی در طلب قوم کافر و مشرک. اگر شما ضربه دیدید، آنها هم ضربه دیدن، در احد صحابه ضربه دیدن، در بدر مشرکین ضربه کاری دیدن.
قرآن گفت سست نباشید در طلب قوم. الان شما چرا با آمریکایی ها نمی جنگید؟ به خدا قسم آنقدر که آمریکایی ها ضربه خوردن از اون برجه ها گرفته تا امروز مسلمان کجا اینقدر خوردن؟ چارخانه گلی افغان یا عرب خراب شده اندازه همون یک برج آمریکا نمیشه. چقدر مسلمان شهید شده، چقدر آمریکایی کشته شده، هر روز آمریکایی را میکشن. و مقتول آمریکایی جهنم میره، مقتول مؤمنین کجا میرن؟ جنت. همین که در شمال خیلی کشتن، قلب من خیلی ناراحت بود. یک شب من خیلی ناراحت بودم، خدا تو فکر من این آورد. اینها که کشته شدن، گرسنه کشته شدن در ماه مبارک رمضان، تو ماشینه های بزرگ کردند و درها را بستند و گرسنه مردند از سرما و از گرسنگی. قلب خیلی ناراحت. تو ذهن من خدا این آورد که اینهایی که مردند از دو حال خالی نیست. مؤمنن شهیدند و بهشتند، تو چرا اینقدر ناراحت؟ و نعوذ بالله کافرن، کافر دشمن خدای مرده، تو چرا ناراحت؟ واقعا دیگه موت چیه؟ الله تعالی همین چیز را میخواد بگه. مؤمن بهشت رفته و کافر جهنم رفته. شما اگر ضربه دیدی، اگر بوش چقدر حسینه دارد میکنه، اگر این مسلمان ها کجا هستن که فکر نمی کنن؟ قرآن میگه لا تهنوا فی ابتغاء القوم. یہ مجاهدات دست بردار نیستن. اگر شما تعلمون، اگر شما ضربه دیدید در بدن خود، شما ضربه دیدید و زخم دیدید و درد دیدید، تکونوا تعلمون، شما حزن نکنید. چرا؟ فانهم یعلمون کما تعلمون، اونها هم درد و ضرب دیدن همانطوری که شما درد و ضرب دیدید. لیکن چیزی که شما را ممتاز کرده اینه ترجون من الله ما لا یرجون. شما از خدا امیدهایی دارید که آنها ندارند. شما امید بهشت دارید، شما امید جنت دارید، شما امید دیدار الله دارید، شما امید ملاقات رسول الله را دارید. آنها این چیزها را ندارند. این امتیاز شما غم نکنید. چرا؟ ان تکونوا تعلمون شرط فلا تحزنوا محذوف جزا. و این فانهم یعلمون علت جزای محذوفه، چون که آنها هم درد دیدن همانطوری که شما درد دیدید. شما امیدها دارید از خدا، آنها ندارن امیدها را. ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. الله تعالی علیم و حکیم هست. واقعا مومن را دلیر کرد یا نه؟ ترغیب الالقتال. مومن بهشت، امید بهشت برین را دارد، کافر هیچ. این امتیاز شما که شما دارید از خدا، ولی خدا برنده اید. ضربه به شما خوردید. حالا انقدر ضربه که خدا به آمریکا وارد کرده، تمام دنیا میگه آمریکا ضربه اقتصادی خورده، الحمدلله. آمریکا ضربه بدنی میخوره، هر روز چقدر دارد هزینه میکنه. این همه ضربه ها هستن که امریکا میخوره. انگلیس میخورن. بعد از ایام دیگه اینها جیبشونی که خالی شد، بعد کافر همین پوری جیبه. این جیب که خالی شد دیگه کافر کارش میکنه، برای همیشه منفور میشه. مثل که هیتلر را لعنت و نفرین میکنن در دنیا، انشاءالله بوش هم همینطور لعنت و نفرین میشه. خود امریکایی ها لعنتش میکنه. چه چیزی ارمغان میبره جز کشته ها، جز اسیره ها. تعداد مسلمان شهید شده، تعداد مسلمان اسیر شده، اسیره ها عددشون بالاتر میره. حضور فی سبیلی چون بیشتر اذیت میشه. حکم هادی اشر سلطانی 12
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کتاب ما به حق نازل کردیم لتحکم بین الناس، کتاب آمده که شما با این کتاب حکمیت کنید، قاضی گیری با کتاب، حکمیت با کتاب. جهاد هم به خاطر اینه که حکم خدا در دنیا نافذ بشه، قانون خدا بر انسان ها نافذ بشه، قانون خدا اجرا بشه. انا انزلنا الیک الکتاب، تحقیق ما نازل کردیم بجانب شما کتاب منزل ہے، پیغمبر منزل ہے، منزلم اللہ است به حق و صداقت، تاکہ شما فیصله کنید بین مردم. بما اراک الله، با اون قوانین و مقررات خدا به شما نشان داده. بما اراک الله بما علمک الله، و نباشی شما برای خائنین خصیم، طرفدار خائنین نباشید. واستغفر الله، آمرزش بخواست خدا. ان الله کان غفورا رحیما، الله بخشنده و مهربان است. تومه ابن عبیرق، سروران گرامی، شان نزول آیه میخوام بیان کنم. تومه ابن عبیرق از خانه یک صحابی دزدی کرد، مقداری آرد مخصوص برای خود نگاه داشته بود، سلاحش را و برد به خانه یک یهودی گذاشت. به خانه یهودی گذاشت. خوشبختانه خانه اون صحابی را سوراخ کرد، نک زد. این کیسه یک سوراخ کوچکی داشت، در مسیر یک مقدار آرد از این میریخت. اینا صبح دیدن خانه را نک زدند و سلاح را و آرد را بردن. اینا تعقیب کردن، دیدن همی آثار آردا کم کم هر جا یک قطره آرد میریزه. بردن تا بله میدانستن که شخصی به نام تومه ابن عبیرق یک دزد حرفه‌ای هست. اول اینها را پرسیدن، گفتم ما خبر ندارم. یکی گفت بابا قسمت خانه اینها دیشب بوی نان و بوی آتشی بود و گرسنگی بود. این آردا را که بردن دیگه مقداری برداشتند و بردن به خانه خود پختند، لواش مواشی کردند، شکم بدبخت رسید کردند. گفت ما خبر نداریم. خلاصه آخر اینها آثار این آردا را بردند و به خانه یهودی رسید. دیدم بله اون کیسه آرده، اون سلاحه. رسیدن گفت فلانی تومه ابن عبیرق اینها را آورده دیشب اینجا که من امانتی دارم به خانه شما میگذارم، امانتی رو هستن اینجا. گفتم بظالم تو نگفتی من نبرده، اینه برده اونجا گذاشتی. گفت من اصلا خبر ندارم، حتما دوز همون یهودیه، به نام من میکنه، من بدنام. چقدر درنگ دوست. برده اونجا گفته امانتی، الان اینجا آمدن تو گرفتن. یهودی میگن نه ظالم، تو دیشب آوردی امانت، گفت اینجا باشن، من میرم جای دیگه، من امانت گذاشتم. خب نه خبر ندارم. انکار کرد، قسم والله بالله تالله من خبر ندارم. حالا چطور قضیه را حل کنیم؟ آرد و سلاح در خانه یهودی، تومه بدنام و معروف دزد انکار میکنه، قسم هم میخوره، شاهدی نیست. آخر خویشاوندان تومه هم آمدن دفاع از تومه. یا رسول الله مال در خانه یهودیه، او داره به ما تهمت میزنه. پیغمبر علیه السلام ظاهر قضیه میخواست که
فیصله بر یهودی بشه و تومه تبرئه بشه. چه حقایی که قرآن عظیم الشان میگه واقعا. اینجا پیغمبر یک ذره طبق ظاهر غیبدان که پیغمبر حکم از آسمان نامده قضیه را بیان کند، غیبدان الله هست. رسول علیه السلام هم یک ذره اراده کرد که فیصله انجامن اینطور بگیره که متهم یهودی بشه، چون کالا و ماشین در دست، یا دزد باش یا دزدگیر باش. درسته یا نه؟ این دزدگیر بیچاره هرچی میگه که بابا تومه هست ماشین آورده اینجا، میگه نه تو این خانه تو هست ماشین، آرد و سلاح در خانه تو هست. بی خاطر اللہ تعالی به پیغمبر علیه السلام هشدار داد واستغفر الله مما هممت به من معاقبة اليهودی قال ابو مقاتل من جدالك من تومه ان الله كان غفور رحیم ولا تجادل. قرآن فرموده پیغمبر شما جدال نکنی از طرف آنهایی که خیانت کردن با جانهای خود. الله دوست ندارد آنها را که خوان اثیمن، بسیار خیانتکارن، بسیار گناهگارن. یستخفون من الناس، خود را مخفی میکنن از مردم، لیکن ولا یستخفون من الله، از خدا مخفی نمیشن و هو معهم، الله با آنهاست. هنگامی که آنها شب گذرانیدن مشوره کردن که شهادت دروغ میدیم، برنامه ریزی کردن، مال را بردن اونجا، اگر منکشف شد سر دیده شد میگم یهودی برده، اگر نشد بعد از 10 روزی 20 روزی ما میریم آنو برای خود میبری، حال و هوش دزدی خاموش میشه، اونا میبری. و خود را آماده کردن که دروغ بگن و قسم هم بخورن. وقتی گرفتن خب یهودی به ما تهمت میزنه. الله تعالی میگه از این برنامه های شب آنها منم خبر دارم. الله با آنها سرگامی که شب گذرانیدن در شب مشوره شهادت دروغ را میکردن، به آن حرفهای شب را گذراندن که خدا پسند نداشت، با اون سخنان، با اون برنامه ها. و بود الله به آنچه آنها عمل میکردن محیط، حتی الله تعالی بما کانوا یعملون محیط، همه الله تعالی در حیطه قدرت خدا هستن. خدا اینها را احاطه کرده، اعمال اینها در حیطه قدرت خدا، خود اینها در حیطه قدرت خدا. اکنون الله تعالی تنبیه میکند بر آنهایی که از طرف تهمت دفاع میکرده خویشاوند، خبردار شما، حتی که پیغمبرم تمایل کرد، خبردار شما اینها جدال میکنی از طرف اون خائنین در حیات دنیا، چه کسی است که مجادله کند با خدا از آنها روز قیامت، یا چه کسی است که بر آنها انجام بده او یظلم، یا ظلم کند بر جان خودش که شهادت دروغ بگه. ترغیب توبه، عمل سو بکنه، دزدی کنه، ظلم کنه بر جان خودش که شهادت دروغ بده و بعد بخشش بخواد موافق قاعده، مثلا حقوق العباد را ادا کند یا حلالی بگیره، میاب از خدا را بخشنده و مهربان. هر که گناه کرد بعد استغفار کرد، مطابق قاعده صاحب حق را حق داد و معذرت خواهی کرد، الله تعالی را میابد غفورا رحیما. و من یکسب اسما، کسی کسب اسم کند مثل دزدی، فانما یکسبه علی نفسه، این را بر علیه خودش انجام میده. وقتی که نتیجه گناه چنین است توبه کردن لازمی است. و کان الله علیما حکیما، الله تعالی علیم و حکیم است، گناه را میداند، حکیم است، مناسب آنها مجازات میکند. و من یکسب خطیه، این مسئله تومه هست. هر کسی که کسب کند یک خطیه، دزدی، گناه بزرگ، او اسم یا گناه بزرگ، خطیه گناه صغیره، اسم یا گناه بزرگی، قسم دروغ از ابن عباس، ثم یرمی بهی بریئا، بعد بزنه این گناه را، این گناه اسم را بزنه بر یک بری مثل یهودی، تو این آقا حمل کرده بهتانن، چون به کسی دیگر زده این مرتکب بهتان شده، متحمل بهتان شده و اسم مبینا و متحمل یک گناه آشکارا، دزدی کرد و قسم ناحق خورد، این اسم مبینا، به یهودی تهمت زد، این بهتانه، این متحمل بهتان شده
و متحمل یک گناه آشکارا شده. حالا پیغمبر علیه السلام چون روی ظاهر کسی میخواست اصلاح کند، الله تعالی در به پیغمبر تذکر میده اگر فضل خدا بر شما نمی بود ای پیغمبر، امتنان الهی است و رحمت خاص خدا، لیذلوک، اینها شما را گمراه می کردن. ولی انحراف ظاهره نه، مال چیز مصروف در خانه یهودیه، تو مرا میگن تو ما قسم میخورم من خبر ندارم، مال هر جا از دوز همونه، ظاهرا که همین طوره نی. بی خاطر الله تعالی میگه اگر فضل خدا بر شما نمی بوده پیغمبر در این مورد خاص و رحمت ویژه، لیذلوک، البته شما را گمراه می کردن. چرا؟ علت جزای محذوف، یذلوک جزا محذوفه، این علت اون جزای محذوفه که تصمیم گرفت یک طایفه از این عبیریکی ها که شما را منحرف کنن از حقیقت دوزونه بیبار برده امانت، حالا تهمت میزنه که یهودیه. چرا که تصمیم گرفتن که گمراه کنن شما را، منحرف کنن شما را، خلاف واقع فیصله کنن. مگه اینا کور خواندن گمراه نمی کنن، منحرف نمی کنن اینا، الا انفسهم، مگر نفسهاشون خود را، و ما یضرونک من شیء، هیچ ضرری به شما وارد نمیتونن بکنن. چرا؟ لأنك بينت الأمر على ظاهر حال وما خطر ببالك أن الأمر على خلاف ذلك، شما تبیین کردید امر را بر روی ظاهر حال و در قلب شما نآمد خلاف ذلك. او میگه فلانی آورده، میگه نه او قسم میخوره، تو خود انسان میگه مال با توه، در خانه توه، تو چطور به او میگی؟ او هم قسم میخوره من نه آوردم، دیگه شاهدی هم نیست. لحظه ضرری اینها به شما وارد نمی کردن چون تبیین شما روی ظاهر امره. ظاهر امر مال با یهودیه، در خانه یهودیه. خدا نازل کرده بر شما کتاب، حکمت و تعلیم داده شما را ای پیغمبر آن چیزهایی که شما نمیدانستی، از فضل خدا بر شما خیلی عظیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.